که کراوات نداشتن، از این دستمال گردن گذاشته بودم. با ایشون قرار داشتم رفتم روز کسی بود. بعد من بیرون قدم میزدم تا من رو صدا زدم. تو از برادرای پاسدار که اونجا بایستادن حسینی، یکیشون من رو صدا زد، گفت که خدمت امام مشرف میشین. گفتم که بله. گفت باز کنی اینا، بازش کنی اینا. گفتم چی؟ من به خاطر ایشون بستم، چی بازش کنم؟ رفتم پلوشون، وقتی همین رو ترک گفتم الان داشتم میومدم، امروز اومدم مکتبی بشم، کراوات رو باز کردم، مورد اعتراض قرار گرفتم. بعد اینجوری گفتم که این فعلا مشتی تری. بعد که خب صحبت تموم شد، اومدم یه مشرزایی داشتن که مثلا آبدارخونه رو اداره میکرد. من تعمداً با همون لباس نشستم روی پله ها، پله خاکی. اون دوتا چیزم اومدن و گفتم که یه چایی براشون بیاریم. مشرزا گفت که یه چیز تو دلم هست میخوام بهت بگم، اما میترسم بهت بر بخوره. اینا گفتم نه بر نمیخوره. گفت سر جدت بگم تو خود بگو چی میخوای بگی. گفت که تو که اینقدر مورد علاقه آقا هستی میری میایی، چرا نمیذاری این محاسن سبز شه؟ بهش گفتم که من تردیدی ندارم که تو داری امر معروف میکنی، نهی از منکر نمیکنی. گفت به جد که غیر از این باشه. گفتم یعنی معتقدم یه فعل حرامی رو مرتکب میشم، تو میخوای جلوگیری بکنی از این فعل حرام؟ گفت آره به جد اگه غیر از این باشه. گفتم خب ببینم این نهی از منکر که بر تو واجبه، بر امامم واجبه یا نه؟ یه لحظه مکث کرد و نفهمید. بهش گفتم خب اگه این فعل گناه هست، فعل حرامه که تو داری نهی میکنی، امام نباید نهی بکنه از این فعل حرام؟ گفت تا حال چیزی نگفته مگه به شما؟ گفتم الان 20 سالی که با ایشون مراقبت دارم، تا حال یک بار من نگفتم. گفت سر جدت نگفته اینا؟ گفتم نه. اون دو تا برادر پاسدار یکیشون به دیگری گفت که حواستش من فردا ستیقه میکنم یا اگه گفتن چرا میگم فلانی گفته که آقا. گفتم من نگفتم آقا، گفتن ستیقه بکن. گفتم به من ایرادی نگرفتن تا حالا. دفعه بعد که رفتم پلوشون همین رو ترک کردم. گفتم که دفعه پیش مسئله بود که به من گفتن چرا نمیذاری محاسن سبز بشه و منم اینو گفتن اینا نمیفهمن. تو بهشون بگو که من هر روز میتراشم، نمیذارم ریش بشه که تراشیدنش اشکال داشته باشه. چون در عرف میگن که باید بنده یک جو بشه که بشه ریش بشه اطلاق کرد. من هر روز میتراشم، نمیذارم ریش نمیشه که تراشیدنش اشکال داشته باشه.